سلام و عرض ادب خدمت همه شما بزرگان. انشالله که موفقیت داشته باشید. دست شما بوسیدنی است که در این هوای سرد، در این وقتی که زمستان خیلی نزدیکه و این منطقه هم سرسیر است، خلاصه از خانه های خوب برمیخیزید، می سر کار. انشالله خدا شما را توفیق عنایت کنه. در فکر آینده خو هستید که در آینده انشالله شما از این سرک استفاده کنید و همچنین برای نسل بعد شما این سرک به درد میخوره. انشالله تشکر از شما. خدا موفقیت بسیار نصیب شما کنه. انشالله که به خوبی از این سرک استفاده کنید. کربلایی صاحب، شما سرپرست کار هستید. در یک معلوماتی دمی رابطه کار خود که چقدر متر کار کردید و چی از کجا شروع شده این کاری که 4 متر سرک اجار کردید؟ دیگه فعلا پیشتر هم صحبت کردی که آخر سرک شما که تقسیم شده و تحت کار و کار شده در او سنگ دمی راه نا در نزدیک پامی خرپک. خلاصه یک معلومات اگر داشته باشید دمی رابطه بدید که چند متر کار شده. همه بینندگان و گروه محترم حاضرین که در جلسه است، سلام علیکم. 11 ساعت 11 و نیم ساعت متر به کار انمالی به تکمیل دیگه به خیر اگو فردا و امروز همین جمله شد. در جمله ای که سنجیده شده از این جمله 600 800 متر شده برای نماینده های سنگو تحویل داده. دیگه زیرا فردا انشالله آمده یا دیگه فردا اونا آمده تحویل میگیره. دیگه این نزدیک در پامی خرپک هستیم و اینمی 11 و نیم ساعت متر تکمیلی کار. بازم فردا قیمت گذاری از طرف کار معلوم شد که ما از اون طرف این طرف چقدر این باید فردا تقسیم میکنیم. فردا دیگه فردا که هوای جوی ما نگذاشت فردا تقسیم داریم یک 500 متر دیگه. خب خدا انشالله برای شما توفیق عنایت کنه. دیگه یک از خواهشمند از برادرای حمایت کننده گروه یک لطف کنه برای این مردم. خیلی غریبه به خدا، دستا تیکه دستاهاش پارچه یعنی دزی روزی کنه خودون که ما میگیرید در ویدیو شاید دیده شوه. یک روز نه کار خونه که ما در نظر بگیره این مردم امو طول و چای از یا امی غریبا برادر یک مستحق میشه. خب خدا انشالله ایره خیرین در یاد شما هست. از اطراف اکناف دنیا انشالله کمک سرازیر مونه و شما را فراموش نکده. از جمله حرف گفتنی کسی به نام حبیب بچه رسول سر خاگای دانه درای فکر کنم داماد سرور کربلای بیگاد از ما از طریق واتساپ شخصی زنگ زد. خلاصه مگه من حبیب هستم از برکر، دمو باره سرک یک معلومات بدید. ما گفتم ما چی معلومات داده میتونم، مثلا طول سرک معلومات بدیم، عرض سرک معلومات بدیم، مثلا کارشده سرک معلومات بدیم. خلاصه بعدا زنگ زد مگه نه ما میخوایم که یمی بودجه مردم لای از سنگو جدایه یا بودجه یک جای. ما گفتم بودجه یک جای است. مگه ما یک 5000 روپیه در نظر میگیرم ایرا کجا بدم؟ ما گفتم در دست آقای توفیق در غزنی که بیدی در این مردم میرسه. اونا تازه خبر شده و در آینده انشاءالله ما به اندازه وسع خود اگر تنستم به اونا زنگ میزنم، به اونا ارتباط میگیرم که بزرگا شما و مردم در جریان قرار بدید، آشنا دارید، فامیل دارید، دوست دارید، رفیق دارید. اونا همین مردم فراموش نکنه. این کاری از این مردم ما یک بار تشکر کردم، بار دومم جا داره که از بزرگا تشکر کنم. چنانه که عرض کردم گفتم در این هوای سرد، در این هوایی که مثلا زمینم که تا بیگاره خشک بود، گرد خیلی تیره بود، دیگه زمین سخت و خلاصه کوههای سخت. به هر صورت کار از این بزرگا تقدیر کردنیه. تشکر از یا انشالله خدا توفیق عنایت کنه. و بازم از این بزرگا از طرف خیرین و از طرف مدیرهای گروه و برنامه انشالله هم تشکری میکنم که اینا در هوای سرد آمده اینجا کار مونه و در فکر آینده خود و بچه های خود و نسل خود و کشور خود و وطن خود است. و همچنین شما انشالله که هم قدردان خیرین هستید. خیرین همچنانی که عرض کردم شما را فراموش نکرده و انشالله فراموش نمیکنه. خب هر کس به اندازه وسع خود کارمون، از جمله از جناب آقای حسینی باید ما و شما تشکر کنیم. بیگاد گروه شریک کرده بود که 150 دانه دستکش برای شما کارگرها
چی از سنگان باشد و چی از لی تهیه کرده انشالله امروز یا فردا در دسترس شما قرار میگیره و باقی خیرین هم که به هر نحوی از آنها که با شما کمک کرده باید همه ما و شما از آنها تشکر کنیم و باز را خدمت بزرگا عرض کنم که انشاءالله شما را خیرین نه فراموش کرده و نه فراموش میکند انشاءالله همچنانی که کار را از آغاز و از نقطه صفری شروع کرده و به اینجا رسنده داینده انشاءالله در کنار شما هسته و به یاد شما هسته انشاءالله به شما کمک رسانی میکنه و همچنین ما و شما از خدا انشاءالله توفیق بخواهیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب شما گفتنی دیگه که نداشتین با خیرین؟